بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران علی اسلام، در این روزی سعید جمعه، روزی مبارک، روزی با برکت، روزی اجابت دعا کنیم پروردگارا. امروز جمعه و همه روز و همه وقت ما رو مبارک با برکت بگردون پروردگارا. در این روزی سعید جمعه و روزی اجابت دعا همه این حاضرین به امیدخانه آمدند و دست امید به سوی خودت برداشتند و هر یکی امیدها و آرزوها و نیتهای نیک دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. کامیابی های دائمی، سعادت دارین نصیب و روزی بگردان پروردگارا. در این روزی سعید و روزی اجابت دعا، گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور، روحهایشان را شاد بگردان پروردگارا. در این روزی اجابت دعا، کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا و آفت و فتنه ها را ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان پروردگار. پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان پروردگارا. مدتی هست که استادها اینجا مهنت زحمت کشیده ایستادند و مبلغ گذاری ها از طرف قوم صاحبکارا شده ایستاده است پروردگارا. در عوض هر یک درم این سهمگزارا برایشان عزت و برکت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران علی اسلام، اشتباهی که همه شما آگاه هستید، روزی 16 روزی سیسی، یعنی جلسه نمایندگان مردمی در شهر خوجند و اون جلسه تاریخی برگزار شده بود و روزی 16 روزی قدردانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم هست. روزی پرزیدنت رمز قدرشناسی و زحمت‌های ماندگار پیشوای ملت، یعنی همه ساله 16 نوامبر همچون رمز قدرشناسی زحمت و تلاش‌های سروری دولت در راه بنیادی دولت ملی تاجیکان، تأمین صلح و ثبات و رشد تاجیکستان عزیز همچون روزی پرزیدنت جشن گرفته می شود. همه ما و شما آگاه هستیم که چه روزهای بدی جوانان ندیدند، لیکن میان عمرها و کلان سالا همه دیدند که چه بدبختی های بالای سر ما آمد، چقدر در کوچه ها مرده ها بی صاحب، حتی تا حد اندازه ورم و بو گرفتن دیگر شده و در بعضی از منطقه ها و بعضی منطقه ها آتش زده شد. این همه بدبختی ها بالای سر ما شد. این را کارشناسان و خصوصا پیشوای ملت بارها گفتند که یک جنگی تحمیلی برادرکشی برای همه ما و شما بود که قوه‌های بدخواه، یعنی یک ملت رو بین خود شورانیدند، برادر بر مقابل برادر، یعنی فرزند به مقابل پدر. این همه یا قوم بین خود، این همه خونریزی ها و بی‌عدالتی ها و بی‌انصافی ها و خونریزی های زیادی شده بود که تا به حال من فکر میکنم که تا حال اون خون ها خشک نشده است، چرا که اون خون پیش چشمی هر یکی ما و شما هست میبینیم. تا به حال اون حالت ها فراموش نشده است، با چشمی سر دیدیم. ما قدرشناسی از روز پرزیدنت به خاطر چی میکنیم؟ به خاطر که پروردگار با عنایت پروردگار و پروردگار هم رحم به ما و شما و به ملت تاجیک کرد که سروری یا رهبری خیرخواهی که وعده و عهد و پیمان داد که تاجیکستان رو آرام میکنم، حتی اگر در عوض جان خودم هم باشد، یعنی جانم را دریغ نمیدارم
به خاطر سرجم کردن مردم تاجیکستان، ملت تاجیک و آرام کردن این سرزمین و این کشور هر چی که توان دارم صرف میکنم و این کشور را آرام میکنم. در حقیقت الحمدلله فضل پروردگار، عنایت پروردگار و نظر رحمت پروردگار نسبت ما و شما هست که پروردگار همین سرور دولت رو در اون نیت‌های نیکشون کامیاب و موفق کرد و این نعمت رو باید فراموش نکنیم. چرا که پروردگار میگوید استعیذ بالله و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق الله العظیم. پروردگارتون میگوید که شما باید نعمت‌ها را شکر بگویید. اگر نعمت‌ها را شکر کردید اون نعمت‌ها برای شما با برکت میشود. اگر شما شکر نعمت کردید اون نعمت برای شما با برکت میشود. نعمت سلامتی، نعمت زن، نعمت فرزند، نعمت در و خانه. ولو پیامبر علیه السلام هر وقتی که وارد خانه اشان میشدن میگفتن که الحمدلله که پروردگار به من خانه داده است که بسیاری ها در بدر یا اجارشین یا خسکپه یا غارقپه زندگی میکنن. هر نعمتی رو باید بنده مؤمن مسلمان باید شکر بگوید. در صورتی که شکر کرد حالا همون فرزند نالایق نابابی که آزارت میدهد همون رو دای بد نکن. بگو پروردگار که فرزندم عطا نموده ای هدایتش کن. پروردگار رو شکرانه که این فرزندی که من رو آزار و اذیت میدهد، پروردگار رو شکرانه که این فرزند رو عطایم کرده ای هدایتش کن. ولی یک فرزندی که حالا که یک انسانی که از نیستی به هستی به وجود بیارد، از نیستی به هستی به وجود آوردن برای پروردگار چی مشکلی دارد؟ هیچ مشکلی ندارد. که یک انسان رو از نیستی به هستی به وجود میارد، خب که اون از نیستی به هستی به وجود آمد فرزندی یعنی همون شخص هست. یک انسانی رو که از نیستی به هستی به وجود آورد هدایت اون مشکلی دارد برای پروردگار؟ هیچ مشکلی نیست. از اونی که دعای بد میکنید همیشه بد میگویید، یعنی دعای بدش میکنید، لعنتش میگویید، دشنامش میکنید، قهریش میکنید، یعنی باز اون روی میگردونید. از این کرده حالا همین شبهای دراز ساعتی 3 ساعتی 4 یک بار بخیست طهارتی با تمکینی آرامی که همه عضوها آب برسد طهارت کامل شود. 2 رکعت نماز نفل نیت کن. هیچ عبادتی رو ما برای چیزی نمیکنیم، همه عبادت رو برای خدا میکنیم. حالا که نماز رو خواندیم بعد از نماز بعد چیز حتی در همون سجده هم میشود که در سجده نماز نفلی دعا کنید که پروردگار رو فرزند ناباب و نالایق هم را فرزند لایق بگردان، صالح بگردان. درست است، درست است. در همون سجده یا بین 2 سجده یا که در سجده حتی درست است که چیز دعا کنید. بعد این نماز میلیون ها بار شکرانه که به من این فرزند رو عطا نموده ای. پروردگار این را هدایت نمود. هدایت کردن انسانی برای پروردگار دشواری دارد. پروردگار صاحب قلبها هست، مقلب القلوب. قلبها رو هر طرفی که بخواهد همون طرف چی میدهد؟ پیچ تاب میدهد. هدایت کردن یک فاسق، یک یعنی ظالم یا اینکه یک ناباب نالایق برای پروردگار مشکل است. از وقتی که دعای بدش میکنه مادرش رو بگو، مادرش بخیزد نماز بخوند 4 قطره آبی دیده بریزاند، از پروردگار زاره کنه. چرا از پروردگار طلب نمیکنیم؟ حتی پیامبر علیه السلام میگه که بند پای افضلت کن، همین بند پای افضلت رو پروردگار طلب کن. اگر که خیست مادرش خواستند و پدرش دعا کرد، یعنی اگر پیش میلیون انسان بروید آبی دیده و ماتم و علم کنید دردتون باز زیاده میشود، غم زیاده میشود، در مسخره مردم میمونید. اگر 10 نفر غمت بخیرد دلش بسوزد بگید خب خداوند هدایتش کند، باقی مونده همه میگید خب سزایت همین است. اکثریت پروایت ندارد. برای همین پیش پروردگار و فرزندم رو هدایت کن. شکرانت که عطایم نموده ای. ولو پدر و مادرای هستن که در ناخونی فرزند زارند،
الحمدلله شکرانه که به من فرزند عطا نموده ای، این رو هدایت کن. هدایت کردن همچنانی که دعای پیامبران در حق امتانش مستجاب است، دعای پدر و مادر مثل یعنی همین دعای پیامبران در حق امتانش، یعنی دعای پدر و مادر در حق فرزندان مستجاب است. حتی دعای فرزند در حق پدر و مادر مستجاب است. پیامبر علیه السلام میگن که دعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است. در حدیث دیگر میگن که دعا سپر مؤمن است. دعا سپر مؤمن است. دعا امید مؤمن است. یعنی از پروردگارت امید کردی، پروردگار هیچ بنده امید کردهش رو ناامید نمیکند. دعا کنی. تمام نعمت بنده مؤمن شاکر است، شکرگزار است، شکر میکند. حتی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگوید که من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر و من لم یشکر الناس لم یشکر الله والجماعة رحمة والفرقة عذاب. یعنی کسی که کم رو شکر نمیگوید زیاد رو شکر نمیگوید. یعنی کم رو شکر نمیگوید زیاد رو شکر نمیگوید یعنی چی؟ وقتی که هر چیزی که داری نداری یا کم داری، خشک داری، کم هست، این کم رو که شکر نگفته این کم زیاد نمیشود. همین کم بیا که یک بار همه اندوه و مشکلی و مشقت میشود. به خاطری که زیاد شود باید این کم رو چیز شکر بگوید تو اینکه این کم زیاد شود. من لم یشکر القلیل، قلیل یعنی کم، لم یشکر الکثیر و من لم یشکر الناس. کسی که برادرانش رو در عوض نیکی‌هایش، خصوصا پدر و مادر رو در عوض نیکی‌هایش، ولی همین کودکی خوردکی که چند ساله خوردی، ناتوانی، عاجزی، طفلک گوشت خام بود، اگر همین پدر و مادر با تمام میتوانشون اگر دقت نمیدادن، تربیه نمیکردن، خشک نمیکردن، نمیشوشتن، توزه نمیکردن، این سالم جوان میشد، جوان مرد سالم و بردم و توانمند میشد؟ نه، معیوب میشد اگر هلاکم نمیشد. برای همین حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هر روز وقتی که از خانه خارج میشدن میگفتن که مادر، خداوند عزوجل برایتون خیر و برکت، اجر و پاداش زیاده بدهد که در ناتوانی من نسبت من خیلی مهربان بودید. یکی از راویای حدیث که اکثریت حدیث رو روایت کردگی از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است. اکثریت حدیث ها از ابو هریره رضی الله عنه روایت شدگی هست. مادرش هم میگو که فرزندم خدا اجر و برکت زیادت بدهد که در این سن سال ناتوانی و من خیلی مهربان هست. حالا بگو از کار می آمد میگو السلام علیکم یا امی، السلام علیکم یا مادرم. الله سبحانه و تعالی به شما اجر و پاداش خیر و برکت زیاد بدهد که در سن سال ناتوانی هم، در طفلی و خردی و عاجزی هم و من خیلی مهربان بدید. خدا اجر و برکت زیادت دهد. مادر چی میگو؟ میگه ابو هریره الله سبحانه و تعالی به اجر و پاداش خیر و برکت زیاد بدهد که در این سن سال پیری و ناتوانی هم نسبت من خیلی مهربان هستی. انا این است سعادت، این است عزت، این است برکت زندگی، این است مؤمن که هر نعمتی رو قدر میکند، شکر میگوید. وقتی نعمت رو که شکر گفتید، الحمدلله شکایت نکردید، الحمدلله خدا را شکر، پیش پروردگار شکر بگو تو این که همه قدرت کنند. وقتی که پیش مردم دعوا میکنی یک خاص قدرت نمیموند، چرا که مؤمن مسلمان تمام کار و فعالیتش رو به خاطر پروردگار میکند. ولی که دعوا کنی، چقدر آدمایی که من این کردم اون کردم دیگر کردم، تو مردن شکایت و هم خیلی حسرت ندامت و بدبخت مردن رفتن. هر چی که کردی به خاطر پروردگار و امید از پروردگار، تمام عزتمندترین سعادتمندترین انسان زندگی میکنه. برای همین مهنت و زحمتی روبر دولت باید قدر شود. همچنین مسلمان ما باید قدر کنیم، باید قدر شناسی کنیم. یکی از نعمتهای پروردگار است